لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. ما انسان را در بهترین شکل و اعتدال آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. سپس ما او را در پایین ترین مراتب فروماندگان قرار دادیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. جز کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، پس برای آنها پاداشی است تمام نشدنی. فما يكذبك بعد بالدین. پس ای انسان، چه چیزی سبب می شود که بعد از این دلایل روشن روز جزا را انکار کنی؟